الان خراب شده. خب حالا میخوایم پمپو براتون باز کنم که ببینین به چه شکلی هستش. باز میکنیم پمپو به این شکل. خب پمپ خارج شد به این شکل که میبینید. خب حالا دوستان اینو باید باز کنیم از جاش. بله همینطور که باز شد میبینید که زیر این شیلنگ روغن باید این واشر قرار بگیره و در بالاش هم به همین شکل باید قرار بگیره. مواظب باشید واشرها رو گم نکنید. خب اینجا یه بس داریم، ما این بس رو باید در بیاریم. یکم فشار میدید و این خارج میشه به همین شکل. خب اینجا درونه این پمپ یه خار داره که من از قبل آماده کردم و اینو با خار براتون جدا کردم. اینجوری پرت میشه، باید مواظب باشید که آروم درش بیارید که آسیب نبینه به این شکل. خب از اینجا ورودی روغن رو ما داریم از اینجا و از اینجا خروج میکنه، یعنی به شکلی که پمپ میکنه روغن رو به بیرون. الان به این شکل باید اینو ما در بیاریم که داخلش ببینیم چه مشکلی داره. پمپ کردن این به این شکله. دوستان به آرامی. بله خب و ما این یکم فشار لازمه که اینو میکشید بیرون و این داخلش هستش که لازم میکنید